این خانوم تومه‌هاشو از مردای متأهل انتخاب میکرد چون میدونست اونا شکایت نمیکنن. سلام، من شبنم اسلامی هستم، وکیل پایه دادگستری. امروز میخوام داستان یکی از پرونده هام رو براتون تعریف بکنم که به نظر خودم داستانش خیلی جالب بود. متهم اصلی پرونده ما یک خانومی بود به نام لیلا. لیلا خانوم تومه‌هاشو از طریق شبکه‌های مجازی پیدا میکرد و تومه‌هاش هم همگی آقایون متأهل بودن. بعد از اینکه با این آقایون متأهل از طریق شبکه‌های مجازی دوست میشد و حالا یک مدت با ایشون رابطه‌های عاشقانه مجازی و تلفنی برقرار میکرد، اعتماد این آقایون رو به خودش جلب میکرد و این آقایون رو دعوت میکرد به منزل خودش و مطمئناً این آقایون هم دعوت لیلا خانوم رو پذیرا میشدن. اما غافل از اینکه لیلا خانوم به همراه 3 نفر از همدستاش که آقا هم هستند منتظر ورود این آقای متأهلن و بعد از اینکه وارد منزل لیلا خانوم میشه، لیلا خانوم به همراه همدستانش به نوعی این آقا رو خفت میکنن. ساعت، گوشی، دستبند، گردنبند طلا و چنخ، هر چیز ارزشمند که این آقا همراه خودش داره ازش میگیرن و بعدش اجازه میدن که بره. نکته جالب این پرونده این بود که بنابر اقاریر خود متهمین با بالای 200 مرد متأهل این کار رو انجام داده بودن، اما فقط 2 نفر شکایت کرده بودن و شکایت همین 2 نفر کافی بود که لیلا خانوم و همدستانش دستگیر بشن. این پرونده نشون میده که شما هر چقدرم اشتباه بکنین و یک رابطه اشتباهی رو شروع بکنین، قانون از هر جهت از شما حمایت میکنه. و یه نکته دیگه هم این که اگر همسرتون اومد خونه و گفتش که خفتش کردم و گوشی و حالا وسایل ارزشمندش رو ازش دزدیدن، به نظرم شما یه ذره بیشتر راجع به این موضوع تحقیق کنید.